در پی وقوع زلزله به قدرت 6 رشتر یکشنبه شب که ولایت‌های شرقی کشور به ویژه ولایت کنر را لرزاند، مسئولان اداره ملی آمادگی مبارزه با رویدادهای طبیعی در این ولایت از شهادت بیش از 1400 نفر و زخمی شدن بیش از 3000 نفر خبر دادند. این فاجعه با واکنش گسترده ملی و بین المللی روبرو بوده و شماری از کشورهای منطقه و فرامنطقه به شمول نهادهای بشردوستانه ملی و بین المللی با ابراز همدردی از ارسال کمک‌های اولیه برای آسیب دیدگان زلزله خبر دادند. از سوی دیگر شماری از آسیب دیدگان در ولایت کنر گفتند که در کنار از دست دادن اعضای خانواده هایشان تمامی دارایی های خود را نیز از دست دادند و اکنون چشم به راه کمک های فوری از سوی نهادهای ملی و بین المللی هستند. امارت اسلامی افغانستان نیز مبلغ 1 میلیارد افغانی را با آسیب دیدگان این زلزله اختصاص داده است و تاکید کرده است که در صورت نیاز برای ارائه کمک‌های بیشتر نیز آمادگی کامل دارد. همزمان با این نیروهای امنیتی کشور در انتقال اجساد شهدا و زخمی‌های این رویداد به شفاخانه‌های مربوطه اقدام کردند و در حال حاضر نیز در محل رویداد حضور دارند و با آسیب دیدگان زلزله همکاری میکنند تا اجساد باقی مانده در زیر آوار را پیدا و منتقل نمایند. از سوی دیگر محمد یوسف حماد سخنگوی اداره ملی آمادگی با حوادث طبیعی گفته است که کمک‌های اولیه به آسیب دیدگان توزیع شده و بخش دیگری از کمک‌ها نیز در راه است. همچنین آقای حماد تصریح نموده است که تمامی نهادهای دولتی و کمک کننده ها در حال انجام سروی در منطقه هستند و کمک های بعدی نیز به زودی توزیع خواهد شد. آقای حماد بیان داشته است که در محل رویداد کمیته های تشکیل شدند که این کمیته ها متشکل از کمیته صحی، کمیته نجات شهدا، کمیته انتقال زخمی ها و کمیته انتقال شهدا می باشد که همه این کمیته ها به صورت عملی و فعال در حال انجام وظایفشان هستند.